درود بر شما و بینندگان شما. خیلی ممنونم که منو به استودیوی خودتون دعوت کردید. بله، من یه جمهوری خواه هستم، جمهوری خواهی که رئیس ندارد. جمهوری خواهی ما این مدلیه که یه هیئت هست و من جزء همبستگی جمهوری خواهان ایران هستم. بله، و این جمهوری خواهی ما یه هیئت 7 نفره هست که از انواع و اقسام افراد شرکت داده میشه در داخل این جمهوری. خاصیت این جمهوری خواهی هم اینه که ما رئیس نداشته باشیم. اسپرم قابل زیاد نیست. بعدش هم ما هیئتی فعالیت میکنیم. دندانپزشک هست، رقاص هست، هنرپیشه هست، آشپز هست، همه جوریش داخلش هستن و منم هستم. و ما این هیئت رو هیئت جمهوری خواهان قمر بنی هاشم نام گذاشتیم. اصلا خیریات میدیم. حلوا هست، شل زرد هست، آش رشته هست، آش جو هست، انواع اقسامش خیرات میکنیم. و من شخصا به عنوان رئیس جمهور بعدیتون من تمام این قوانین رو گشاد کار خواهم روش کرد و تمام نظریات و مشاورانم هم همین گشاد در کنار من خواهند بود که بتونیم این ارزیابی رو انجام بدیم که بتونیم کشور رو اداره کنیم به عنوان یک رئیس جمهوری که رئیس نداره. آخه همه رئیس جمهورهای دیگه رئیس دارن، فقط مال ما هست که رئیس نداره. خاصیتش اصلا همین هست. بچه من در سخنرانی های قبلیم توضیح دادم بر شما که من به جمهوری قبلی و به تمام انقلابیون 57 احترام میذارم. اصلا ما سرمایه بر روش هیئت جمهوریمون رو از اونها گرفتیم و همون خط مشی رو ادامه خواهیم داد. و تنها چیزی که شما بینندگان شما باید دقت بکنن اینه که این هشتگ من سلیطه هستم رو اگر دنبال بکنن میتونن تمام وقایع و حرکات و فعالیت های ما جمهوری خواهان بدون رئیس رو که جزء همبستگی جمهوری خواهان هیئتی قمر بنی هاشم هستیم رو میتونن دنبال کنن. بعدش یه چیز دیگه هم یادتون نره که ما در قانون اساسی این جمهوری هیئت جمهوریمون که رئیس نداره کلمه اسپرم رو زیاد استفاده کردیم. از اون اول تا آخر کانستیتوشن و قانون اساسی ما از کلمه اسپرم زیاد استفاده خواهد شد، چون این اسپرم هست که این قانون کشور رو مهیا میکنه. توسط اسپرم هست که ما از این اسپرم به یک قانون اسپرمی دیگه میرسیم. فهمیدید؟ بله. و من از همینجا در سخنرانی های قبلی من گفتم، در همینجا باری دیگر تکرار میکنم، من به عنوان یک جمهوری خواه که رئیس ندارم، هیئت 7 نفرم هستیم، انقلاب 57 رو حمایت میکنم و به تک تکشون احترام میذارم. بله. بعدش این هشتگ ما رو یادتون نره. اگر میخواین این هیئت جمهوری ما رو فالو کنید و پیدا کنید ما رو، هشتگ من سلیطه